کنن که شما وظایف دیگری دارید، الان کف خیابون چه میکنید و چرا شما الان توی صحنه هستید. خب این مطالبی رو من جاهای مختلف مرور کردم. گفتم اول مراجعه بکنم به کلام امام شهیدمون و خب صحبت‌های جالبی رو در سخنرانی‌های مختلف دیدم. خب چند تاشو من بهش اشاره میکنم و یک جا هم که در جمع بانوان هستن به مناسبت میلاد حضرت زهرا باز یک اشاره‌ای به شخصیت حضرت زهرا دارن. اینها رو ما یک رفت و برگشتی با هم کنار هم دیگه میذاریم که انشاءالله یک چکیدی از این بیانات رو ما بخوایم چرا به راه خودمون داشته باشیم. یه جایی حضرت آقا در بیانات 3776 در اجتماعات بانوان استان تهران میفرمایند که اسلام طرفدار تکامل بشر است. برای اسلام زن و مرد هیچ فرقی ندارد. برای اسلام جنس زن با جنس مرد مطرح نیست، تکامل انسانی مطرح است. یک جا سخن از زن گفته می شود، یک جا سخن از مرد گفته می شود، یک جا از زن تجلیل می شود، یک جا از مرد تجلیل می شود، چون هر دو حصه پیکر بشرند، دو بخش وجود بشری هستند. از لحاظ جنبه بشری و جنبه الهی هیچ تفاوتی با هم ندارند. پس یعنی پای تکلیف اگر بیان در اصل خلقتشون هم بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره. از قرآن یک نکته خیلی جالبی رو حضرت آقا اینجا در سخنرانیشون اشاره کرده بودن که من خودم تا این موقع که این رو خوندم بهش دقت نداشتم و خیلی نکته ظریفی هستش که از قرآن آن وقتی که میخواهند راجع به انسانهای خوب و انسانهای بد مثال بزنن از زن مثال میزنن. ببینید محوریت زن و نقش زن در کل خلقت، در جامعه و در مسائل اجتماعی و در هر مسئله که نگاه بکنید انقدر پررنگ و اثرگذار هست که خیلی مسئله جالبه که در قرآن زمانی که میخواد انسانهای بد یا انسانهای خوب رو مثال بزنه مثال به زن میزنه. یعنی ما مگر که در طول تاریخ نداریم مردهایی رو که این دو شاخصه رو داشته باشن که قرآن میخواد از اونها مثال بزنه، اما محوریت زن و اثری که زن در هر جایگاهی که داشته باشه داره این هستش که قرآن از زن مثال میزنه. امرأت فرعون زمانی که میخواد به زن شایسته مثال بزنه امرأت فرعون، زن فرعون رو مثال میزنه و برعکس اون زمانی که میخواد از نقش یک زنی که جایگاه خوبی رو نداره مثال بزنه ضرب علما مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خب پس این خیلی نکته مهمی بود که حضرت آقا در بیاناتشون اشاره کردن. در همین سخنرانی در قسمت دیگه از بیاناتشون میفرمایند که این خب مربوط میشه به این نقش و حضور ما در سنگر خیابون که امروز ما در این سنگر هستیم. میفرمایند که یقینا اگر زنها در داخل خیابانها و در راهپیمایی‌های عظیم حضور پیدا نمی‌کردند آن حضور عظیم و با شکوه زنان در دوران انقلاب پیروز نمیشد. پس این هم باز یک اشاره دیگه به نقش مهم زنان در همین تاریخ معاصر خودمون، کما اینه که ما چه در تاریخ اسلام و چه در تاریخ کل بشریت و چه در تاریخ معاصر تاریخ انقلابمون زنان اسوه بسیار زیادی رو داشتیم. ما در تاریخ معاصرمون تاریخ انقلاب مرحوم خانم دباغ رو داریم که الحمدلله جمع ما یقینا با زندگی نامه این بزرگوار آشنایی دارن که یک جهادگر فی سبیل الله مثال زدنی هستن به نوبه خودشون در قامت زنان که با وجود اینی که 8 تا فرزند دارن ایشون یکی از مبارزانی بودن که در طول زمان مبارزاتیشون و زمان پیروزی انقلاب و بعد از اون شانه به شانه امام خمینی رحمت الله علیه ایشون در صحنه مبارزه حاضر بودن و بسیار هزینه‌های سنگینی دادن، در عینی که مادر بودن، همسر بودن، اما اون صحنه اون وظیفه اجتماعی خودشون رو به نحو احسن انجام دادن. خب در بیانات دیگه از امام شهیدمون در مورد
جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمایشاتی دارن، من اینو روخانی میکنم، بعد میخوام یک برداشتی داشته باشم ازش که در خدمتتون هستم. درباره حضرت صدیقه طاهره من فقط یک جمله عرض میکنم، چون فضایل و مناقب و برجستگی های این بانوی الهی و عرشی چیزی نیست که ما بتوانیم آن را در اظهاراتمان بیان کنیم. خیلی فوق فهم ما و تصور ما و درک ماست، اما میتوان اینجور گفت که او اسوه بود. مگر نمیخواهیم عمل کنیم؟ مگر ما نمیخواهیم که حضرت زهرا رو اسوه خودمون قرار بدیم و عمل کنیم به این مسیر؟ اما میتوان اینجور گفت که او اسوه بود. مگر نمیخواهیم عمل کنیم؟ مگر نمیخواهیم فاطمی زندگی کنیم؟ او اسوه بود، باید بر طبق رفتار اسوه و حرکات اسوه حرکت کرد. اسوه دینداری بود، اسوه عدالت خواهی بود، اسوه جهاد بود. جهادی که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد جزو دشوارترین جهادها بود. اگر انسان بخواهد مقایسه کند، شاید همه غزوات پیامبر یک طرف و جهاد فاطمه زهرا سلام الله علیها یک طرف. اینا رو دلم میخواد که با دقت گوش کنید. میخوام یک نتیجه گیری ازش بکنیم که ما محکمتر از اون چیزی که تا الان بودیم تو این مسیر و هدفی که انتخاب کردیم قدم بگذاریم و این حجمه ها رو نه ما رو دل سرد بکنه، نه اینه که ما رو از میدان به در بکنه. شاید همه غزوات پیغمبر یک طرف و جهاد فاطمه زهرا سلام الله علیها یک طرف. اسوه جهاد بود، اسوه تبیین بود. آن خطبه قرای مسجد مدینه یک تبیین فوق‌العاده بی‌نظیر و روشن و درس آموز بود. بخش دیگرش اسوه وظایف زنانگی بود، شوهرداری، فرزندداری، زینب پروری و بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی. اینها مقولات ظاهری و قابل فهم و قابل دید ماست. مقولات باطنی و عرشی از دید ما بالاتر است و قابل توصیف نیست. خب این مواردی که حضرت آقا امام شهیدمون بیان فرمودن ما با هم مرورش کردیم. من اتفاقا در همین چند روز گذشته یک کلیپی رو در کانالی دیدم که شاید بعضی از دوستانم عضو اون گروه کانال بوده باشن، این کلیپ رو دیده باشن، از صحبت‌های استاد شجاعی که حالا یه بخش تقطیع شده از سخنان ایشان بود. سخنان پسندیده و قابل تأملی بود. در مورد جایگاه جهاد برای مرد و زن میگفتن و من خلاصه کلام رو میگم که ایشان میگفتن که اگر مردی بیاد بگه که من نمیدونم زنمو میخوام طلاق بدم که میخوام برم جهاد بکنم، کار برای امام زمان بکنم، این خطاست و برای زنان بیشترین تکلیف رو اون بحث شوهرداری و جهاد فرزندآوری و تربیت فرزند و اینها تعریف کرده بودن. خب این تو برهه الان این قضیه شاید بعضی رو به چالش میکشه و براشون علامت سوال میشه. از زبان یک استاد جلیل القدر مثل آقای استاد شجاعی اینو میشنون، کلام صحیح است. اما من به خاطری که تحلیل خودم رو داشته باشم نسبت به این کلیپ، باز هم برگردم به بیانات حضرت آقا. در شب گذشته خانم حسینی عزیز از کتاب هندسه 90 که جمع‌آوری بیانات حضرت آقا هست یه دو تا نکته رو اشاره کردن که من همونجا اینو به ذهنم سپردم و یادداشت کردم. یه جا آقا میفرمایند که یکی از اشکالات کار ما، دقت بفرمایید، یکی از اشکالات کار ما نشناختن وضع زمانه است. بعضی ها علم و تقوا هم دارند اما در عین حال نمیتوانند جایگاه و سنگری را که باید در آن بایستند و کار کنند را بشناسند. و در جای دیگه دوباره همون کتاب در مورد قیام 29 بهمن ماه که اشاره کرده بودن، نکته مهم در باب قیام 29 بهمن ماه تبریز که خدا به آن برکت داد این است که مردم تبریز توانستند که موقعیت شناسی کنن و یک اقدام به هنگام انجام بدن. ببینید این دو نکته در کلام امام رو من بیان کردم که بیام حاشیه بزنم بر این کلیپی که شاید خیلی از دوستانم دیده باشن. صحبت‌ها و فرمایشات استاد شجاعی بسیار پسندیده و قابل قبول هست، اما نکته مهمش این هستش که
در چه زمانی، و مسئله مهم این هستش که ما سنگرمون و وظیفمون رو بدانیم که در چه زمانی ما چه وظیفه‌ای اهم و مهم مطلب هستش که ما باید تو اون سنگر عمل بکنیم. آیا در زمانی که ما نایب امام زمانمونو، امام امت اسلامی رو با این وضع فجیح مظلومانه به شهادت رسوندن که ما الان در قتلگاه اماممون حاضر هستیم، مکانی که اماممون رو اربرنبا کردند و مضاف بر اون بالغ بر 6 ماه هست که امام بعدی ما در غیبت به سر میبرند به واسطه اینه که امنیت جانی ندارند و ایشان ما رو دعوت به حضور در خیابان و بعد از 40م پدر بزرگوارشون امام شهیدمون بعد از قدردانی از حضور مردم در خیابان دوباره تأکید مؤکد میکنن به حضور سنگین‌تر از قبل در خیابان و میفرمایند که فریاد و فریادهای ما در مسیر مذاکراتی که داره در جریان هست تأثیر میذاره. یعنی این حضور من و شما دیگه زن و مرد نداره، چه بسا که به واسطه محوریتی که ما در آیات قرآن دیدیم جایگاه ویژه زن داره و به واسطه اون مدیریت عواطفی که زنان چه در خانواده چه در جامعه دارن که یک ابزار اصلی برای زنان هستش، میتونن نقش آفرینی خیلی بالاتر از مردان داشته باشن. پس آیا اینجا علامت سوال میشه برای عزیزانی که شاید با این کلیپ به چالش بردن، آیا الان برهه اون وظایفی هست که در اون کلام برای من شما تعریف شده، یا سنگر ما و تکلیف ما الان در این برهه این هستش؟ ما الان در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها توصیفات امام شهیدمون شنیدیم، یک بخشش رو اشاره فرمودن به شوهرداری و تربیت فرزند. خب یه بخشش هم بود جهاد. اگر ما بخوایم این بخش از صحبت‌های مثل این کلیپ رو الگو و سرمنشأ عملمون قرار بدیم، آیا اینطور نخواهد بود که عمل حضرت زهرا سلام الله علیها نعوذ بالله زیر سوال بره؟ ایشان در حالتی رفتند به دفاع از مقام عظمای ولایت، نه همسر، مقام عظمای ولایت، بین در و دیوار قرار گرفتن که باردار بودن. یعنی در حالی که ایشان یک وظیفه مهم مادری و فرزند پروری رو به عهده دارند، یعنی ایشان عالم به این قضیه نبودن، اما این رو چشم پوشی میکنن، میان برای دفاع از مقام عظمای ولایت خودشون رو سپر بلای ولی قرار میدن و مجروح میشن. پس ما اگر اون رو بخوایم سر دست بگیریم، پس اینجا حرکت از زهرا باید بره نعوذ بالله زیر سوال. و اگر با این نگاه همچنان ما بخوایم بگیریم، الا ماشاءالله در مسیر جهاد و تاریخ چه اسلام چه غیر اسلام ما مثال هایی داریم که بخوایم بزنیم. زمانی که حضرت مسلم در مسجد در کوفه تنها ماند، خب عزیزانی که الحمدلله اهل مطالعه هستن، خب کلی نمازگزار بود، چی شد که پشتش خالی شد؟ مگر غیر از این بود که خیلی از مردان و زنانشون با همین عواطف زنانه که تو وظیفه دیگری داری الان پشت حضرت خالی شد؟ پس اگر این نگاه باشه ما دیگه حق نداریم اونا رو سرزنش بکنیم، یک وظیفه به حقی رو بوده. جدا از اون در واقع کربلا، در مسیر کربلا یک به یک اصحاب کم میشن و منحل میشه به میرسن به 72 نفر در بین راه. تمام اینهایی که جدا شدن مگر غیر از این بود که تمام رفتن دنبال تکالیفی که طبق گفتار این کلیپ همه هم شرعی هم به حقه. پس ما اگر اون نگاه رو بخوایم نگاه بکنیم، پس نباید اونها رو سرزنش بکنیم. پس عزیزان، من هدفم از بیان این چند مورد و استناد به کلام امام شهیدمون و باز استناد به آیات قرآن و سیره حضرت زهرا این بود که دل قوی دارید که مسیری که داریم میریم مسیر درستی هست، مسیری هست که حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن، بالاترین هزینه ها رو پرداخت کردن. اینه که من و شما اگر که زخم زبانی بشنویم، سرزنشی بشنویم، ما رو نهی بکنن، حتی شده به واسطه احکام و وظایف شرعی به حق مادرانه، همسرانه، نمیدونم احکام مسائل جایگاه زن و اینها، ما بدانیم که مسیرمون مسیر درستی هست، پای تکلیف آمدیم. انشاءالله که خداوند نصرت رو به همون کم من فئة قلیلها
خواهد داد، چرا که خداوند در کلامش و در وعدش خلف وعده نداره. انشاءالله که خداوند به تک تک ما که در این مسیر قدم گذاشتیم هم استقامت عنایت بفرماید، هم رشد عقلانیت دین محور که به شدت به اون نیازمندیم، که روز از روز